الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. الآية. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، أو كما قال، رواه بخاري. صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت همه بینندگان و عزیزان، همه علاقمندان برنامه الگوهای هدایت، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در جلسه گذشته پیرامون نخستین جانشین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که کیست و دارای چی شرایط و چگونه ویژگی های باشد اشارات مختصر داشتیم که این لیاقت و این شایستگی فقط صدیق اکبر رضی الله عنه داشتن. بیان شد. حالا ارتباط به اسم و نسب و خاندان و کنیه و القاب حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اشاره می کنیم. نام حضرت ابوبکر صدیق چیست؟ در بین جامعه ما و در بین جوانان و نوجوانان ما وقت پرسان شود که خلیفه اول مسلمان ها و جانشین بعد از رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم کیست؟ میگن ابوبکر صدیق. خیلی خوب. ابوبکر صدیق فرزند کی؟ فرزند ابو قحافه. ولی اگر پرسان کنیم از خیلی از عزیزان که نام حضرت ابوبکر صدیق چیست، نام پدرشان چیست، شاید تعجب کنن. خب نام اینا ابوبکر، نام پدرشان ابو قحافه، اینها کنیه هست. نام خلیفه اول اسلام چیست؟ نامشان عبدالله هست. نام حضرت ابوبکر صدیق عبدالله هست. نام پدرشان عثمان هست. خیلی مهمه. از کسی که سالها میگه من عاشق صدیق اکبرم، اگر نامشان را بلد نباشه و آشنا نباشه خیلی مهمه. یک انسان مسلمان، یک فرد مسلمان، کسی که ادعای محبت صحابه بکنه و صحابه نشناسه، صدر صحابه، شخصیتی که بعد از انبیا علیهم السلام با فضیلت ترین انسان بعد از انبیا ابوبکر صدیقه. پس خیلی مهمه. نامشان عبدالله هست. نام پدرشان عثمان هست. عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مره ابن کعب ابن لؤی ابن غالب قریشی. این نام حضرت ابوبکر صدیق، نام پدرشان، نام جدشان، تا بالآخره 7 پشت حضرت ابوبکر صدیق. نسب حضرت ابوبکر صدیق، نام را دانستیم عبدالله، نام پدر اینا را دانستیم عثمان. حالا نسب حضرت ابوبکر صدیق چگونه نسبی هست؟ حضرت ابوبکر صدیق
خلیفه اول مسلمین در پشت شیشم که مره ابن کعب هست با نسب رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم یک جا می شود. حضرت ابوبکر صدیق از لحاظ نسبی در سلسله شیشم از سلسله نسب با رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم یک جا می شود. نام نیک، نسب نیک. کنیه حضرت ابوبکر صدیق ابوبکر هست، نام عبدالله، کنیهشان ابوبکر. ابوبکر چی معنا؟ بزرگان میفرمایند که به معنای رئیس و بزرگ قبیله به او بکر میگفتن، ابوبکر میگن، یعنی رئیس و بزرگ قبیله هست. کنیه پدرشان را هم اشاره کردیم که ابو قحافه هست. حالا القاب حضرت ابوبکر صدیق چیست؟ حضرت ابوبکر صدیق دارای چندین لقب می باشند. القاب های زیبا و زیاده دارند. حضرت ابوبکر صدیق، ابوبکر عتیق، صاحب، اتقا، اوا، اینها القاب حضرت ابوبکر صدیق هست. عتیق چی معنی؟ عتیق یعنی آزاد شده. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم برای حضرت ابوبکر صدیق فرمودن انت عتیق الله من النار. الله اکبر. این لقب کی داده؟ رسول معظم اسلام فرمودن که تو آزاد شده از آتش جهنم هستی. چشم تو با آتش جهنم نمی افتد. عتیق این را می گویند. در بعضی اقوال آمده که عتیق به معنای زیبا چهره، چهره زیبایی داشتن صدیق اکبر. بعضی تعبیراتی هست که پیشینی زیاد به خیر و نیکی، همه اینها تطبیق بین همه. چهره زیبایی داشتن، پیشینی زیادی به خیر و نیکی داشتن و همچنین آزاد شده از آتش جهنم هستند. صدیق اکبر. صدیق لقب دیگر از القابهای ابوبکر رضی الله عنه. چرا صدیق میگن؟ شب معراج اولین کسی که اسراء و معراج رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم را تصدیق میکنه، تایید میکنه، حضرت ابوبکر هست. رسول معظم اسلام لقب صدیق میدن. در روایات می آورد که روزی رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم همراه حضرت ابوبکر صدیق، همراه حضرت عمر فاروق، همراه حضرت عثمان ذی النورین بلند شدن به بلند کوه احد. الله اکبر. جبل احد نبی را می بیند، صدیق اکبر را می بیند، عمر رضی الله عنه را می بیند، عثمان ذی النورین را می بیند. کوه به وجد و به شوق می آید، می لرزد. الله اکبر. رسول معظم اسلام می فرمایند اثبت احد، ثابت شو، تکان نخور از جایت. میدانی؟ فانما علیک نبی و صدیق و شهیدان. ای جبل، ای کوه احد، ثابت شو، بر تو یک نبی قرار دارد که خود رسول معظم اسلام می باشد. بر تو نبی قرار دارد، بر تو صدیق قرار دارد، بالای تو دو شهید قرار دارد که حضرت عمر و حضرت عثمان بودند. این از معجزات رسول معظم اسلام هست که مژده شهادت را به حضرت عمر و حضرت عثمان در آن لحظه داده می شود. به این واسطه
ابوبکر را ابوبکر صدیق میگویند. لقب دیگر صاحب یعنی چی؟ یعنی یار، رفیق، همدل. قرآن اشاره میکند در سوره توبه ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه، الله اکبر، که انشاءالله در بحث فضائل حضرت ابوبکر صدیق مفصل اینها توضیح داده میشه. در اینجا الله سبحانه و تعالی این لقب میده، صاحب، یار، رفیق، همدل پیامبر. الله اکبر. اتقا فاما من اعطا واتقا اتقا وسيجنب الاتقا. این صفتر، این لقبر ذات اقدس الهی به صدیق اکبر میده. اتقا یعنی چی؟ خدای تبارک و تعالی وقتی در قرآن به لقب اتقا از صدیق اکبر یاد میکند یعنی پرهیزگارترین شما، با تقواترین. اواه، اواه، این لقب صدیق اکبر هست، یعنی نرم دل، کسی که پروردگار عالم را با تضرع بخواهد، این را میگن اواه. صدیق اکبر این لقب را داشتن، این القاب را داشتن. این القاب صدیق اکبر، عتیق، صدیق، صاحب، اتقا، اواه. به طور خلاصه و فشرده پیرامون تولد و زادگاه ابوبکر صدیق. ولی وقتی ما از این بزرگان بیان میکنیم، تو کسی که صدای مرا میشنوی و این صحبتها را مشاهده میکنی و برنامه هم الگوهای هدایت هست، تو هم اگر راه صدیق اکبر در پیش بگیری لقب عتیق به تو هم داده میشه. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا. وقتی ابوبکر صدیق را برای خود اسوه قرار دادی، تو هم عتیق میشی، آزاد میشی از آتش جهنم. وقتی لقب صدیقیت در وجود تو آمد، صدیق شدی، قول خدا و پیامبر با جان و دل قبول کردی و تصدیق کردی، خب یقینا خوشبختی به سراغ تو هم می آید. تو هم وقتی که همیشه صاحب یعنی یار، همدل و رفیق صحابه شدی، همیشه اونها را مد نظر داشتی، همیشه خلاصه اعمال اونها را در زندگی خود و در برنامه خود آوردی، چیز واضح و مسلم است که خوشبختی به سراغ تو می آید. اتقا، زمانی که پرهیزگار بشی و زمانی که نرم دل بشی و خدا را با تضرع یاد کنی، اینها تنها نیست که فقط مختص عتیق و صدیق و صاحب و اتقا و اواب. حضرت ابوبکر صدیق اینها را به درجه کاملیت نمره اول هست. اگر هر قدر انسان تلاش بکنه به این مقام نمیرسد که بگیم به مقام ابوبکر صدیق میرسه، مثل ابوبکر صدیق عتیق بشه، صدیق بشه، نه خیر. ولی این راه و این مکتب راه و مکتب خوشبختی هست. الله سبحانه و تعالی اینها را برای ما بیان میکنه که میتوانی در راهی که صدیق اکبر رفته تو هم روان بشی و صدیق اکبر برای خود اسوه و الگو قرار بدی، تو هم خوشبخت دنیا و آخرت میشی، تو هم سرفراز و سربلند میشی. پس سیرت بزرگان و یا شناخت صحابه تنهایی نیست که ما واقف بشیم که نام حضرت ابوبکر صدیق عبدالله بود، نام پدرشان
عثمان بود و سلسله نسبشان در پشت شیشم به رسول معظم اسلام میرسید. تنها فهم نیست که ما فقط بفهمیم. خوشبختی اینه که ما راهی بزرگار تعقیب کنیم، راه صحابه، راه صدیق اکبر. تولد و زادگاه صدیق اکبر. ابوبکر صدیق رضی الله عنه در شهر مکه مکرمه 3 سال بعد از عام الفیل به دنیا آمدن. یعنی حضرت ابوبکر صدیق 3 سال سنن از رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم کوچکتر بودن، خردتر بودن سنن. رسول معظم اسلام در عام الفیل به دنیا آمدن، حضرت ابوبکر صدیق 3 سال بعد از عام الفیل. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در آغوش پدر و مادری که میان قومش حرمت و عزت داشتن بزرگ شدن. همین واسطه حضرت ابوبکر صدیق در میان قوم خود جایگاه خاصی داشتن. به خاطر چی؟ چون این جایگاه و این فضیلت و این مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه که در بین قوم خود با ارزش و با عظمت بودن، در آغوش پدر و مادری که آنها با حرمت و با عزت بودن رشد کردن. پس این به طور خلاصه و فشرده تولد و زادگاه ابوبکر صدیق بود. حالا سیمای ابوبکر صدیق، سیمای ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه را بعد از یک میان برنامه و یا یک وقفه کوتاه بیان میکنیم. موفق باشید. من نبودم از قبل، بس الحمدلله شکر خدا هدایت هم داد. و موعد میشه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. خود من از یک شیعه بودم که 4-5 ساله که با خوندن قرآن موحد و مسلمان شدم. باور بفرمایید دیگه زیاده نمیتونم بگم. ششمت ما 2 طبقه خونه داریم، یعنی 300 نفر پیش خونه اینا. حالا قبلا مثلا عزاداری داشتیم که الان شده کلاس قرآن، همه شد قرآن ما با تفسیرش میکنن. من خودم قبلا شیعه بودم، یه 2 ماهی که برنامه‌تون رو دیدم، الان از تسنن شدم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. امروز شما به من فهموندید که باید حقیقت را دریابم و به نام محمد روی آورم. الحمدلله 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 آدم الوجود له حمدا يبلغنا رضا أبدا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. پس الله هر که را بخواهد هدایت نماید سینه اش را برای پذیرش اسلام می گشاید. ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرماء وصحبه الزهداء. الحمد لله. خدمت همه عزیزان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیرامون تولد و زادگاه صدیق اکبر اشاره کردیم. حالا سیمای صدیق اکبر یا به تعبیر دیگر شمائل صدیق اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چهره سفید و مائل به زردی، جسم نحیف
و لاغری داشتن. در سیمای صدیق اکبر می آورد که بینی صدیق اکبر بینی کشیده بود، چشمان صدیق اکبر تا اندازه فرو رفته بود و قد حضرت صدیق اکبر نه بلند بود و نه کوتاه، متوسط، و بسیار صدیق اکبر خوشرفتار بودند. هنگامی که راه می رفتن بسیار زیبا راه می رفتن. این به طور خلاصه و فشرده ارتباط به سیمای صدیق اکبر. گفتیم که اسم و نسب و خاندان و کنیه و القاب صدیق اکبر، نام و نسب و کنیه و القاب به طور خلاصه و فشرده بیان شد. حالا ارتباط به خانواده صدیق اکبر. خانواده صدیق اکبر اشاره کردیم که نام مبارکشان عبدالله، نام پدرشان عثمان ابن عامر ابن عمرو و کنیه پدرشان ابو قحافه که در فتح مکه مسلمان می شود. زمانی که پدر صدیق اکبر مسلمان میشن، حضرت ابوبکر صدیق اونها را گرفته میارن به محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم. ببینید که رسول الله چقدر محبت به ابوبکر صدیق دارن. میگن ای ابوبکر چرا پدر خود را آوردی؟ این را نمی آوردی، ما می رفتیم در محضر او، ما می رفتیم خلاصه به نزد او. حضرت ابوبکر صدیق میگه یا رسول الله سر و جانم فدای شما، این وظیفه ما بود که اینها را بیاوریم در محضر شما. وقتی که پدر صدیق اکبر ایمان می آورن، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم برای ابوبکر صدیق تبریکی می دهند، برای ابوبکر صدیق مژده می دهند و مبارکباد می گویند. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، گفتیم که از خانواده ابوبکر صدیق بگوییم، وقتی که پدر مسلمان می شود، مادر مسلمان می شود، حضرت ابوبکر صدیق دارای 4 همسر بودند که به طور خلاصه و فشرده همسران حضرت صدیق اکبر را اشاره می کنیم. اولین همسر قتیله بنت عبدالعزی، مادر عبدالله و اسما، که درباره مسلمان شدنش اختلاف هست. خیلی مهمه وقتی قتیله بنت عبدالعزی همسر صدیق اکبر هست، پیش از ظهور اسلام صدیق اکبر ای را طلاق میدهد. بعداً با هدایای زیادی گرفته میآید در مدینه منوره که از دختر خود اسما خبر بگیرد. دروازه خانه اسما را در میزند. اسما متوجه می شود که مادرش هست. در مسلمان شدن مادر اسما اختلاف هست، بعضی میگن ایمان آورده، بعضی میگن ایمان نیاورده، والله اعلم. نکته اینجاست، از این قصص و یا از این سیرت و از زندگی نامه این بزرگان که اینها باید به ما اسوه باشن، به ما الگوه باشن. حضرت اسما در را باز نمی کند. مادر انتظار بکش که من از رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم پرسان کنم که آیا اجازه می دهد که تو را وارد منزل اجازه دهم یا نه. ببینید که چقدر کارها للهیت هست. در حقیقت آنها می گفتند که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین.
همه کارشان به خاطر خدا بوده. این مقام و این جایگار اینها با آسانی به دست نیاوردن. مادر انتظار بکش. وقتی حضرت اسما میره از محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم جریان پرسان میکنه که آیا مادر را اجازه بدم یا ندهم، رسول معظم اسلام برای اسما اجازه میدن که بله به مادر اجازه بدی. این آیه نازل می شود در سوره ممتحنه آیه 8 که الله سبحانه و تعالی می فرماید لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. الله اکبر. مانی نیست برای شما کسانی که شما را با شما نجنگیدن، شما را از دیار شما بیرون نکردن، با اونها خوبی کنید. ببینید این را میگن ایمان. خواهر مسلمان، تو کسی که پیرو حضرت اسمایی، اسما دختر صدیق اکبر، این دختر در خانه صدیق اکبر رشد کرده. ایمان چی وقت کامل میشه؟ من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان. ایمان این وقت کامل میشه. محبت به خاطر خدا، بغض به خاطر الله، چیزی دادن به خاطر الله و منع کردن به خاطر الله، فقد استکمل الایمان. به اینه که الله از این صحابه و صحابیات اظهار رضایت کرده و در شأن اونها گفته رضی الله عنهم و رضوا عنه. پس یکی از همسران صدیق اکبر که گفتیم قبل از ظهور اسلام او را صدیق اکبر طلاق داده بودن، به نام قتیله بنت عبدالعزا که مادر اسما و عبدالله بودن بود. دوم از همسران حضرت ابوبکر صدیق ام رومان دختر عامر ابن عویمر که این مسلمان میشه و همراه مسلمان ها هجرت میکنه. ام رومان همسر صدیق اکبر از این فرزند داره که عبدالرحمن و حضرت ام المؤمنین عایشه مادرشان ام رومان هست که در سال 6 هجری ام رومان در مدینه منوره به لقاء الله می پیونده. سوم اسما بنت عمیس ابن معبد ابن حارس از نخستین زنان مهاجر هست. اسما بنت عمیس شوهر قبلی داره. شوهر قبلیش کیست؟ جعفر ابن ابی طالب. به همراه جعفر ابن ابی طالب به حبشه هجرت میکنه، باز به مدینه منوره میآیه و بعدن که حضرت جعفر ابن ابی طالب در جنگ مؤته به شهادت میرسه، صدیق اکبر با اسما بنت عمیس ازدواج میکنه که پسر حضرت ابوبکر صدیق به نام محمد ابن ابی بکر فرزند اسما بنت عمیس هست. چهارم حبیبه دختر خارجه ابن زید ابن ابی زهیر، همسر چهارم صدیق اکبر. حبیبه از انصاره و از قوم خزرجیه و زمانی که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه از دنیا تشریف میبرن، این طفل در بطن داره که طفلش به دنیا میآیه و حضرت ابوبکر صدیق از دنیا رفته بودن، که دختر هست به نام ام کلثوم بنت ابوبکر که بعد از فوت حضرت ابوبکر صدیق به دنیا میآیه. پس به طور خلاصه و فشرده همسران صدیق اکبر 4 همسر داشتن به نام قتیله،
رومان، اسما بنت عمیس و حبیبه هست. ارتباط به فرزندان حضرت ابوبکر صدیق. فرزندان حضرت ابوبکر صدیق کی بودن و چگونه بودن و دارای چی جایگاهی هستند؟ اولین فرزند یا بزرگترین فرزند حضرت ابوبکر صدیق عبدالرحمن هست که از همه بزرگتره. در روز حدیبیه عبدالرحمن ایمان میاره. عبدالرحمن با چی مشهوره؟ به دلیری و شجاعت و غیرت عبدالرحمن مشهور هست. دوم عبدالله ابن ابی بکر هست که عبدالله در جریان هجرت نقش فعال داره. شاید در برنامه‌های گذشته اشاره کرده باشم، عبدالله نقش فعال در سفر هجرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم داره. اخبار را از مکه میگیره، به رسول معظم اسلام میرسانه. به غار اخبار میاره که مشرکین چی میگن، چی میگفتن، چی تصمیم داشتن. او رافضه بدبختی که میگه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ابوبکر به همراه خود بردن تا این که مکان رسول الله صلی الله علیه وسلم افشا نشه، عجیبه. فرزندان ابوبکر، اسما ارتباط داره به غار، عبدالله ابن ابی بکر ارتباط داره. سبحان الله. به راستی هم که سبحانک هذا بهتان عظیم. همچنین از فرزندان حضرت صدیق اکبر محمد ابن ابی بکر. محمد ابن ابی بکر در سال حجة الوداع به دنیا می آید. این در دامان کی بزرگ میشه؟ محمد ابن ابی بکر به دامان علی ابن ابی طالب بزرگ میشه، پرورش میابه. در زمان خلافت حضرت علی کرم الله وجهه محمد ابن ابی بکر والی مصر میشه که در همانجا او به قتل میرسانن و شهید میکنن و در همانجا شهید میشه. چهارم از فرزندان ابی بکر صدیق اسما بنت ابی بکر که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم او را ذات نطاقین میگفتن. وقتی غذا میاره به دروازه غار تسلیم میکنه که رسول معظم اسلام متوجه میشن که این ظرف غذا دیگه چیزی نبوده که سر اون را محکم ببنده، کمربند خود را، نطاق کمربند خود را باز میکنه، او را دونیم میکنه، یکی را بر کمر میبنده و یکی را سر ظرف میبنده. رسول معظم اسلام این لقب به او میدن که ذات النطاقین، صاحب دو کمربند. بناء اسما بنت ابی بکر. پنجم عایشه بنت ابی بکر، ام المؤمنین، عایشه صدیقه طیبه طاهره. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم از اونها پرسان شد که یا رسول الله من احب الناس الیک، محبوب ترین انسان به نزد تو کی هست؟ محبوب ترین مردمان به نزد تو کی هست؟ رسول الله فرمودن قال عایشه، محبوب ترین شخص به نزد من عایشه هست. راوی میگوید که باز پرسان شد که من الرجال، از مردها پرسان کردیم یا رسول الله، از مردها محبوب ترین انسان به نزد تو کیست؟ فرمودن قال ابوها، پدر عایشه هست. الله اکبر، الله اکبر. خلاصه ارتباط به محبوب رب العالمین عایشه صدیقه، بنده با اون علم اندکی که
با اون فکر قاصری که، با اون زبان لکنه‌داری که خلاصه الله توفیق داد، با شخصیتی که وصفش را الله کرده، الله سبحانه و تعالی توفیق داد. من چندین ساعت ارتباط به ام المؤمنین عایشه صدیقه صحبت کردم که دوستان می توانن باز از طریق اینترنت یا از طریق CD ها و اینها استفاده کنن و بشنون. به طور خلاصه و فشرده، عایشه صدیقه کسی هست، دختر صدیق اکبر، ام المؤمنین، مادر مؤمنین، کسی است که 2210 حدیث از عایشه صدیقه روایت شده که 174 حدیث متفق علیه هست، 54 حدیث را امام بخاری به تنهایی روایت کرده، 69 حدیث را امام مسلم نقل کرده. و حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه، عایشه صدیقه، صدیقه بنت صدیق، در سال 57 هجری به لقاء الله می پیوندند و در مدینه منوره در بقیع دفن می شوند. ششم، سریعتر میگذاریم وقت ما رو به اختتام هست، ام کلثوم بنت ابوبکر هست که حضرت ابوبکر صدیق فوت کرده بودن که ام کلثوم به دنیا آمدن. بعداً طلحه ابن عبیدالله با ایشان ازدواج میکنن. بله سروران عزیز و بزرگوار، این خانواده ابوبکر صدیق هست، این خاندان صدیق اکبر هست. تنها کسی که تمام خانوادهش با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان می آورند ابوبکر صدیق هست. پدر مسلمان، مادر مسلمان، همسر مسلمان، اولاد مسلمان، همه اینها در صحرای محشر، الله اکبر، اشخاصی هستند که الله از اینها اظهار رضایت کرده. این افتخار نصیب صدیق اکبر شده که تمام خانوادهش به دین مبین اسلام مشرف میشن. از این افتخار بیشتر چی باشد؟ از این مدال بیشتر چی باشد؟ از این نعمت عظیم و عظما بیشتر چی باشد که الله سبحانه و تعالی از صدیق اکبر، از پدر صدیق اکبر، از مادر صدیق اکبر، از همسر صدیق اکبر، از اولاد صدیق اکبر، الله سبحانه و تعالی اظهار رضایت میکنه. به شأن این خانواده الله میگه رضی الله عنهم و رضوا عنه. الله سبحانه و تعالی ما را پیرو واقعی حضرت ابوبکر صدیق بگرداند. انشاءالله جایگاه اجتماعی ابوبکر صدیق و ویژگی های اخلاقی ابوبکر صدیق که در جامعه جاهلی پیش از اسلام چگونه شخصیتی بوده، به برنامه بعدی انشاءالله باذن الله با توفیق الله سبحانه و تعالی بیان خواهد شد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. موفق و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.